و بدترین تمثیلم الله تعالی به عالمانی که به علم عمل نمیکنن با آنها زده است. بهترین مثال هم به عالم ها زده است. بهترین انسان ها بعد پیغمبرها عالمان هستند و بدترین انسان ها اگر به علم عمل نکنن با عالم ها هستند. بنابراین الله تعالی در سوره جمعه میگوید که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال آنهایی که تورات داده شدند، منظور کتابی با آسمانی داده شدند، علم شریعت داده شدند، ثم لم يحملوها، ثانی به آن علم عمل نکردند، مانند خر است که در بالاش کتاب ها برداشته است. بر بالای خر اگر کتاب های مجموع الفتاوی شیخ الاسلام، صحیح بخاری و فتح الباری و محلی ابن حزم ظاهری، تمهید ابن عبدالبر بار کنید او چی میفهمد؟ شیخ سعدی عیناً همین آیت به نظم کشیده میگن که علم هر چند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند چارپای برو کتاب چند. در اسلوب سخنرانی عربی و اینچنین در زبان فارسی هم چه خیلی که سعدی نقل میکنه آمده است که مردم کلمه خر را به زبان تلفظ نمیکردن. حتی استادان ما اگر الحمار گن اکرمکم الله میگفتن در درسا، الله تعالی شما را اکرام کند میگفتن. مقصد سخن بیزیب را در درس ذکر کردیم گفته. نامش هم گوشخراش است و الله تعالی آوازش هم در قرآن کریم مثال آورده بود. در سوره لقمان حضرت لقمان به بچه‌شان نصیحت کردند که آوازت بلند نکن، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. هر آینه بسیار آوازی بلندی گوشخراش این آواز خر است گفتند. و نه محقق بود نه دانشمند چارپای برو کتابی چند. چارپا اصلش چند حیوان ها به ضمن این کلمه می‌داره، لیکن مراد از کلمه چارپا خر است. یعنی هرچند علم داشته باشی و عمل نداشته باشی، تو مانند یک چارپای هستی که در بالاش کتاب بار کرده شده است. خب بر بالای چارپا اگر کتاب بار کنید، اون معنی اینه ندارد که سزاوار احترام باشد و او علم نمیفهمد اون کتاب ها را.